سرخط خبرهای مهم. اعتراضی هزاران نفر در گرجستان از نتیجه های انتخابات. افزایش شکایت بی‌برقی و لیمیت از گوشه های تاجیکستان و حکم های دراز مدتی 8 زاده تاجیکستان در روسیه. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. شما نویده بامدادی رو تماشا دارید که از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه تقدیمتان می‌گردد. امروز سه‌شنبه 29 اکتبر. پلیس شهر کنیبادام 2 نفر را با گمان قتل امرالله بای میرزایف 25 ساله بازداشت کرده است. در این باره نرزالله بای میرزایف پدر امرالله به رادیو آزادی خبر داد. وی گفت درباره گمانبران معلومات زیاد ندارد. مقامات نیز در این باره خبر ندادند. امرالله را شب 22 و 23 اکتبر در جای کارش در جماعت پتر شهر کنیبادام کشتند. این جوان پاسبانی کارگاهی پخته بود. این یگانه کشتار ناروشن در شهر کنیبادام نیست. ماه اپریل امسال اعضای کمش 5 عائله در شهر کنیبادام کشته شدند. در قتل‌های زنجیره‌ای افراد نقاب‌پوش گمانبر شده 1 نفر آنها دستگیر گشته است. مقامات در این باره معلومات بیشتر نمی‌دهند. بینندگان عزیز، اکثر شما زیر برنامه‌های ما از محدودیت برق خبر می‌دهید، سبب می‌پرسید و برخی از بی‌برقی نیز شکایت می‌کنید. نگرانی‌ها از نبودن برق در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان این شب و روز بیشتر شده است و چندین نفر در شبکه‌های اجتماعی با نشر نوار و عکس از بی‌برقی شکایت می‌کنند. ساکنان می‌گویند برق را بدون آگاهی و برای چند ساعت خاموش می‌کنند. قبلا شرکت برق تاجیک اعلام کرده بود که زمستان امسال بسیار سرد و طولانی خواهد بود و بنابراین از 22 سپتامبر به مردم با محدودیت نیروی برق می‌دهد. شرکت مشکل را با کمبود آب و افزایش اهالی ربط داده از ساکنان خواست با زمستان آمادگی همه جانبه بینند و در تیر ماه و زمستان نیروی برق را سرفکارانه استفاده کنند. با اتهام کشتار 1 مکتب بچه در شهر چلیابینسک روسیه 8 تاجیک حکم زندان گرفتند. این خواننده هنگام زنازنی در ماه اپریل سال 2023 در نزد مرکز تجارتی کاسموس ففتیده است. با حکم دادگاه شهرام میرف تا 18 سال، شهزاد ستارف 14 سال و عبدالوهاب صبورов را به مهلت 12 سال در زندان نظام سخت و طاهر جلیلов 9.5 سال در کلونی نظامش عمومی زندان شدند. همچنین نجم‌الدین امامov و اسلام احمدov 5.5 سال، ظاهر جلیلov 5 سال و خورشید اودینایف 4.5 سال در زندان نظامش عمومی حکم گرفتند. آنها را به اوباش گناهکار دانستند. به نوشته رسانه‌های روسی به فایده خویشاوندان جبر دیده از میروف، جلیلov، صبورov، ستارov به مبلغ 1,250,000 روبل روسی جبران ضرر معنوی ستانیده شد. پس از اعلان قرار دادگاه، دادستان ایوان کراوتسوف گفته است که در این پرونده باز 2 متهم شهروندان تاجیکستان که فرار کرده تحت پیگرد هستند. سبب زنازنی گفته نشده است. پیشتر از این مهاجران بارها برای شرکت در زنازنی گروهی بازداشت و اخراج شدند. همه ساله در موسم دعوت بهاری و تیر ماهی به ارتش خبرهای به زور بردن جوانان به ارتش صدا می‌دهد. عکس و نوارها از سرباز شکار در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی بارها پهن شده است. ساکنان میگویند همچنین گزارش‌ها درباره علت و کوبی مرگ سربازان در قسم‌های نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است. این دفعه همکاران ما از کهن سربازان و ساکنان پرسیدند که از قسم نظامی که خدمت کردند چه خاطرات دارند و به اندیشه‌شان چرا جوانان به ارتش نمی روند؟ پاسخ آنها را یکجا می‌بینیم. من چی فکر دارم بچه‌ها رو همه قبول کردن که برای خدمت کنیم برای 10 سال گرفته می‌گردن که با خواهشی خودمون پلیسکا دادم و رفتیم سفربرمون کردن گرمانی دموکراسی ما یک کشوریم خواهد نوز بیشتر روان دارم که یک کشوریم خواهد شما راختش هم تمام رفتن همین روز نمی سالگاتوی گرفتم برام برای وطن خدمت کنم واجب نشم برام خدمت کنم اقدامایی هست که مثال یکم چای دیگری میشنم یکم چی بزنم یا که چون جگرشون با همون خدمت وطن نمیسوزه دلشون همه خیلی مثال هست بچه که شوروی بود خدمت سال بود همه چین بود شهری پوری همه سال بود همون کسی که گپای راهبرا که گوش کنن همه چی سوز میلن قانون خطی کار کردیم همه وقت سکون دوره چی وای بود خیلی
هر یک مرد خدمت کردنش این وظیفه‌اش بوده، مثلا خدمت میکرد. خب ما نمیدونیم که کجا خدمت کرد کجا نمیدونیم. خب فرزند من بقریب خدمت کردگی بود. من خودم ایسته روشن نشد. خدمت کردگی بود. اینا برو بدگی جو بود. اکای من خدمت کردگی سال تولدش 71 همون وقتش در خدمت کردگی ولادیواستوک ده 3 ساله خدمت بود اون وقت رفتم همجا خدمت کرده آمدگی خیلی که خدمت کنی هر یک و یا شهروندی و یا خرزه و خیلی که ایشا نمیدونیم هر خیلی گپای این گپای گپ زدن ده مادم میترسه هر خیلی گپای من خدمت کرد آمد من در آمده دیدم در نه همون وینی چه هسته همین خیلی راستی گپ این تعریف هم نه مثال یکان خوش آمدگوی هم نیو حقیقتا مثال من خواستم که نیتو که فرزندی من بلکه دیگر فرزنده هم خدمت کنم برای اینکه من حقیقتا در نشد رامده دیدگی من جای خدمتی شرایطش بهت خوب من دیدم و دیگر خط کننده هایم بودیم رفتی سادگی داری فرزندی من نو بود طالب تماشا کرده صدام برای من مرکز شدگی بود سریوز نه شخصا گفتنی هم که ممکن واهمه خلق باشه در کارو لیکن من میخوام که فرزنده خدمت کنم ممکن واهمه خلق باشه در کار من ندیدم برای اینکه فرزندی من خدمت کرد و خواهش خودش که نیو یکی خدمت کردونه که بچه هایی گفت که همه همش کپش دروغ بود برای اینکه من خودم شرایطش هم نغزه بود خودم چشمه خودم که دیدگی ما وقتی که دانشگاه ملی ختم کردیم در اون وقت ابتدای حربی بود در نزد دانشگاه بعد ختم دانشگاه 3 ماه خدمت کردیم در لاهور بلیک حربی که افسری مستقبلی لیکن خدمت شرط برای همه جوانان مخصوصا امروز که در این شرایطی که جهانی شوی و قدر اباقاتو برای زرکدن دیگر مملکت‌ها کوشش میکنن برده امران تربیه و تندرستی جوانان خدمت جوانان شرف هست برای آنکه خدمت در ارتش ملی یک مرکز بزرگی تربیه است مرکز مردانگی است و همه جوانان برای حمایت مرز و بوم برای وطن مقدس برای وطن آزاد بروند که مردم شرفمند توجیه پدر برای آنها ما اینجی و امنی و چی باشند. بیننده های عزیز شما در این باره چی نظر دارید؟ زیر این برنامه برای ما نویسید. 1000 مخالف حزب حاکم آرزوی گرجی در شهر تیفلیس پایتخت گرجستان جمع شده طلب کردند که نتیجه های انتخابات بیکار شده آوازدهی نو تعیین کرده شود. با نوشته تلگرام کانال پیپر کارتولی نوروزیون در نزد بینای پارلمان جمع شده خیابانی روستاویلی را بستند. به حساب مپ چکینگ نزدیک 15000 کس در نمایش اعتراضی شرکت دارند. کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان اعلام کرد که بیش از 54% رای دهندگان در انتخابات روز 26 اکتبر به حزب حاکم آرزوهای گرجی آواز دادند. 4 حزب مخالف گرجستان و هم رئیس جمهوری این کشور سلامی زورابیشویلی نتیجه های انتخابات را قبول ندارند. آنها میگویند نتیجه های انتخابات دستکاری شده است. رهبران احزاب مخالف طلب دارند که انتخابات تکراری برگزار شود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 29 اکتبر خبر می‌دهد. 29 اکتبر سال 2016 در یک مراسم تنتنوی ساختمان نیروگاهی برق آبی روغن که آن را طرح آرمان‌های تاجیکان هم می‌نامند شروع شد. ساختمان این طرح که هنوز سال‌های شوروی تهیه شده و با سبب مخالفت‌های پرزیدنت سابق ازبکستان اسلام کریموف ناتمام مانده بود، بعد مرگ او از سر گرفته شد. هدف اساسی ساختمان سد آب انبار با بلندی 335 متر است که به باور مقامات تاجیک این کشور دوچار بحران انرژی را نهایت به استقلالیت انرژتیکی می‌رساند.
29 октябр рӯзи гиромидошти хотири қурбониёни террори бузурги даврони сталинӣ аст ки ба қавли муҳаққиқ қурбони аламшо дасти кам 25 000 тоҷикистонӣ ҳам тӯъмаи он шуданд. давраи фоҷиабории ҳабсу куштори ходимони давлат, рӯшанфикрону фарзонаҳои давр ба поёни солҳои 1930 рост меояд. ин муҳаққиқ мегӯяд то ҳол ин таърихи торик пурра омӯхта нашудааст ва сарнавишти бисёр мардуми бегуноҳ асрори талхи таърих боқӣ мемонад. 29 октябри соли 2014 хабари дар як деҳаи дурдасти кишвари Яман ба гарав афтодани ҳамшираи тоҷике бисёриҳоро дар Тоҷикистон нигарон кард. Гулрухсор Рофиева, ки аз рӯи қарордод бо давлат ба сокинони ин кишвари ҷангзадаи арабӣ ба ҳайси мутахассиси тиб ёрӣ мекард, аз ҷониби як гурӯҳи шӯришии қабилаие бо талаби раҳо кардани нафаре аз зиндон ба гарав гирифта шуд. 105 рӯз баъд озод гардид ва ба Тоҷикистон баргашт. Яман дар солҳои истиқлолият яке дигар аз кишварҳое гардид ки мутахассисони тиб аз Тоҷикистон ва дигар ҷумҳуриҳои шӯравии собиқ барои кор ба он ҷо мераванд. субҳи имрӯз қурби рубл каме поин рафта 1000 рубл ба 109 сомонӣ баробар шудааст. 100 евро 1152 сомонӣ ва 100 доллар ба 1065 сомонӣ баробар аст. бинандагони азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. агар назару пешниҳоде доред ба мо нависед. то фардо дар ҳамин вақту соат хайр.